سلام بیننده های عزیز، دیگه شام از دیگه شام شده، برام میریم یک دفعه بیرون. یک ویدیو جدید ماست دیگه، آمدیم بیرون مغازه مگه شد نشانتان میتیم ببینیم تخفیفا چه رقم است. اگه چیزی خوب گیرم آمد بخریم بخیر. تخفیف‌های آخر است دیگه. تخفیفای آخری است دیگه، بیننده باشید. دوستای عزیز، باران هم میباره دیگه، هم خود آمدیم بیرون. خدا میدن تصویر چه رقمه، خدا کنه خوب باشه که بخیر ببینیم شما. بیننده‌های عزیز، سلام. خدا کنه جور صحتمند و خوش و سرحال باشید. هر جایی که هستین همراه فامیل به این هوای سرد دور فامیل گرم و خوب و خوشحال باشید. دیگه بازم زیاد بارندگی است. امشب آمدیم که چند تا از مغازه را ببینیم که در چه حد لباسا قیمتش رسیده. دیگه بازم دوستا با ما باشید، ویدیو میگیریم، تصویر میگیریم براتون. های عزیز، چند تصویر از شهر ما میگیریم ببینیم که خدا کنه خوشی کنه. C'est encore des gens comme Habib. دوستای عزیز، این رسیدیم مغازه نیویورک، میریم داخل، از داخل هم ویدیو میگیریم، بیننده باشید. مامان جان دیدی چیز خوشت آمد؟ اینا خوشم نامد، بریم طرفش میگیریم. خب میریم مامان، خیلی خیلی. دوستای عزیز، دیگه آمدیم داخل مغازه، پالتوهایش ببینیم چه رقم است. اگر خوشم آمد خود میگیریم. پالتوها رو میگیریم. دوستای عزیز، اگر اندازه بذارم، اگر خوشم آمد میگیرم، اگر نماد چی بوده الان ترمز خوش نکردیم. پالتوها خوش پیدا کردم. ده چه قیمت است مامان جان پالتویش؟ کجاست قیمتش؟ چند است؟ تقریبا 39 یورویی میشه. خوب شده، ارزان شده. خیلی خوب شده. البته جنسش خوب نیست. ببینیم اگه خوب پیدا کنیم. میدونم که اندازه میشن، اگه اندازه شد دیگه میگیرم، نمیفهم باید بپوشمش. شما هم دیدم دوستای عزیز خوشم آمدن، دیدم که نشان دادم براتون جاکته. ببینم خدا کنه اندازه باشه برای من. آنجا شاله ببینم بگیرم. مقبول است. دستکولش هم ببینم
پس بیایم ببینم اگر خوشم آمد اون میگیرم اسکاولای اسکاولایش هم شیک است. خوب است. قیمت ها کلش بسیار پایین آمده. منتظرم ساعتم لباس بیکار شد برم بپوشم ببینم نشان میدی. نشان میدم برشان. دوستای عزیز جاکت پوشیدم ببینید چه رقم است. به نظر آستینش یک ذره دراز است دیگه شه بپوشم اگر خوب بود میگیرم. یک ذره آستینش خیلی دراز است. یک کمک دراز. یک کمک دراز است. مقبول معلوم میشه اما خواستینش که میگی دراز است. اگر نبود بازم خوبش است. ببین عزیزا اینی جاکتک هم بسیار مقبول است. قیمتش هم بسیار مناسب. من زیاد خوشم آمده. اگر سرپتلونی و چیزا پوشیده میشه در خانه بسیار راحت است. اگر ما میره برم پروف کنم ببینیم که چه رقم معلوم میشه. دوستای عزیز این بلیزه که کافتر از رو گرفتم پوشیدم. جاکت از او که کافتر گرفتم پوشیدم که یک ذره کورتاس از او که برای سر دامن میشه برای سر پتلون نمیشه. اگر این چقدر مقبول معلوم میشه برات مامان جان. شادش هم گفتم بگیرم چیز سیاه و سفید داره ایران بگیرم ببینم اگه خوشم آمد. درست از خیبر رو ببین چی میشه مامان جان. ما هم چند دانه رو گرفتیم باش که مامانی رو ببینه چی نظر میده. مامان جان لباسای من رو ببین نظر بده. ها جاکت شکلاته است. بپوشه ببینیم چی داره جاکت رایده خوش کردن. نظر چیست مامان جان؟ چه رقم است مدلش؟ مدلش خوب است باید ببین اندازه باشه. دیگه اندازه باشه خوب است. چند تا رو آورده ببینه که اگه اندازش بود دوستای عزیز میگیره. کلش هم سفید گرفتیم باز مدلش خوش آمد. دیدم سفید گرفته کل رنگ سفید من خوش دارم مامان جان به خاطر که خوش آدم مدلش خوب باشه اندازه باشه. باز از این مدل من رنگای تاریک شدیدم خوبش نبود تیرشه. در بین کلش این سفید مقبول بود. از هر مدلی که نال انتخاب کردیم. خدا تا نگان چیز خوبش گیرم و به خودتم نام خدا خوبش معلوم میشه مامان. به نظر من مو اولی رو بگی خوبش است. آستینش کمک. آستینش دراز بود خودش خوب بود. خب نمیگیری حاله؟ دوستان عزیز مغازه جاکت آمده
ما را خرید کردیم. دیگه بخیر بریم یکان مغازه دیگر رو ببینیم. ضرورت کنم شاید بریم طرف خانه یا بریم مغازه دیگر رو ببینیم. ما خرید کردیم دیگه. هنوز باران بند نامده نه؟ هنوز باران میباره. لامپای برقای جرام تاریک کردن دیگه کم کم و ساعت 7 نزدیک میشه بسته میشه. ما خودم مغازه لباس فروشی باز میریم. بریم یکان طرف مغازه دیگر بیا بریم مامان جان خودت هم مانده و زلش پیدا میکنیم. بیا بریم بخیر. دیگه نمیتونم زیاد بگردم. نه دیگه حالا بیاز بسته شده رئیس کل جای ساعت هم به نظرم که 7 است. همی خوب است که با سرنای عزیز تا ساعت 12 میگه که شب هست مامان جان نی؟ مغازه بسته میشه. چطور باران باریده. اینجا دکان تمام چاکلیت فروشی پاستیل. این های گرامی این مغازه وسایل آرایشی مغازه نورمال است. دیگه میریم میگردیم ببینیم اینجا چی پیدا میکنیم. همه وسایل آرایشی اینجا پیدا میشه با شامپو کرم و همه چیز. Restoration هستی؟ Restoration هست. دستگاه نه؟ میوه های عزیز از این رنگ گرفته بودم. رنگش بسیار خوب بود. حالا آمدیم دیدم هنوز در این مغازه این رنگ است. خب بخیر میگیرم میخرم. هموطنان خوب و عزیز دیگه امروز فرید امروی ما نیست در ویدیو یک ذره مصروف بود کار داشت دیگه ما و مادرم آمدیم زیادتر ما باید ویدیو بگیرم از خاطر که مادرم بیچاره یک ذره ساعتش خوب نیست زیاد نمیتونه دیگه از خاطر دیگه امروز یا امشب من در ویدیو کمتر هستم در این ویدیو کمتر هستم دیگه ببخشید. بیننده های عزیز و این بخش هم که هست تمام قسمت کرما لسونی های سور برای خاطر روی پاک کننده آرایش و چیز هست دیگه اینجا هم امن تو دیگه باش که مادرم چی رو میبینه چی انتخاب میکنه. مامان جان چی دیدی؟ این سرم بر روی هست سرم روی آلوده است خود این طرف هایش رو بگیرم و این بخشم کاملا عطر و اسپری بدن اسپری تمام اسپری های زنانه بسیار عطرهای خوشبوی هم داره. عزیزای کریمای نیوا که بسیار زیاد از بسیار وقت است که ما شما استفاده میکنیم بسیار یک مارک معروف مشهور است که بسیار قدیمی است تقریبا از چند سال پیش است چندین سال پیش است مامانی از وقتی که من یادم می کریم نیوا است تاله پیش است خودم چند ساله شده پیش است بسیار قطعی کلان هم است 9 کیلو کرم میبره
دوستای عزیز مغازه نورمال است، نزدیک خانه ما هست. چه کار داشته باشیم ما میاییم از این مغازه خرید میکنیم. همه چیز هم داره. همه چیز پیدا میشه. عزیزایی که در شهرشان نورمال دارن دیگه میتونن که برن خریداری کنن. بسیار چیزا قیمتایشان پایین آمده، میتونین که خودتان دیدن کنین. نزدیک ایستگاه ترام هستیم، میریم به خیر خانه میرسیم. بریم که دیر شده دیگه مغازه بسته میشه. وطنان عزیز تشکر که بیننده ویدیوی ما هستیم. ویدیوی ما دیگه ویدیوی ولاگ چهارم است. ولاگ چهارم است. انشاءالله که بخیر بخوشی ببینین. بیننده های عزیز ویدیوی ما را بیننده هستین، ببینین، سابسکرایب کنین، لایک کنین. کانال های ما نو است. به خیر و خوشی و سلامتی ببینین. هر جایی که هستین خوش و سلامت و جان جور داشته باشین. دوستای می‌دوام. تشکر دوستای عزیز، بیننده ما هستین. ما باشین انشالله که به خیر براتون ویدیوهای خوبتر بهتر دیدنی براتون ثبت کنیم انشالله. هموطنان عزیز بیننده باشین. خانه رسیدیم به خیر. ادامه داره ویدیوهای ما، بازم ثبت میکنیم براتون. به ترام اومد میریم خانه به خیر. دوستای خوب و عزیز دیگه ما هم به ترین ششتیم. بسیار کم مانده که بخیر در خانه برسیم. تقریبا یک 3-4 دقیقه مانده. دیگه باز بخیر بیننده باشیم. عزیزای دل دیگه اینجا نزدیک خانه ماست. تا شدیم بخیر سمت خانه میریم. بارانش بند نمیاد. دوستای عزیز رسیدیم بخیر پایین خانه. دیگه میریم بخیر بالا در خانه که هوا بارانی بود. یک ذره خسته شدیم، ویدیو گرفتیم. ادامهش هم بخیر با در خانه میگیریم. بیننده باشید. هموطنای عزیز دیگه ما آمدیم خانه دیگه. باش که مادرم آمد بخیر دیگه. مام آمدم، مامم ریش بودم دیگه. باز حالا آمدیم خانه. خوش آمدین. بازم با ما همراه باشید. مادرم چی گفتنی داره. هموطنان عزیز ما خوش آمدین در ادامه برنامه ما. آمدیم خانه رسیدیم. زیادم بارندگی بود بیرون. یک ذره خسته شدیم. گفتم بشینیم چای بخوریم. جای شما خالی. بیننده های عزیز ما بازم خوش آمدین به برنامه ما. امروز در شروع برنامه ما وعیده بودیم بیرون رفتیم. آمدیم خانه. فرید نبود. حالا چند دقیقه فریدم بخیر میآید. شما بیننده باشید. تشکر دوستای عزیز مهربان من. مامان بیرونم چقدر هواش سرد است. شمالک است. ات دوست شمالک است بی اندازه. وی برقا رفت. برقا اینجا شکل نمیره. برقا همیشه هست. بگو برقا رفت. خیلی چطور برق را رو روشن است از آشپزخانه.
اینجا روشن اونجا آنی سالون که نرفتم. نه برق سالن فقط رفت مچم چرا نه تلویزیون چی روشن است؟ گفتم باش یک شوخی که هموطنای عزیزم کنم دیگه. مادرم دیگه بیچاره فکرش نبود. مادرم میگه وی دیگه برق راره است، برق آشپزخانه است دیگه، فقط از سالن رفته. نه نرفتم. برو بازم روشن است دیگه. مقصد اگه از سالن هم میرفت دیگه باز خوب بود. بخو مامان جان چای تا سرد شد امروز، خسته شدی؟ نه چای خشتنگ خوب و خوشمزه باید جان دم کرده خودش هم بشینه چای بخوره یک ذره خستگی ما برای نوش جانت مامانی. فرید بیا فرید هم بشینه چای بخوره دیگه قیم باز یک ذره گپ میزنیم. نوش جان مامانی. خسته شدی بخور چای که یک ذره گرم بیای دیگه. فعلا فرید نیست، ما هم چای معمون جا انداختیم عزیزای دل دیگه. چند دقیقه بعد امرای فرید حضور شما عزیزا میاییم دیگه، بیننده ما باشیم. باش که برق علامه تو خاموش ماند. برم برق خاموش روشن کنم. یا مامان جان هم تو خوب است روشن کنم برق؟ روشن کنم. اگه نه روشن است. روشن نیست. روشن که برق ببینیم رنگ چای. اینه مامانی. نه در روشنی چای نشان نکنی سعی کنی چای روشن کرده. نوش جان مامان. دور از دل دوستای عزیز دیگه. همین خستگی ماندگی همین چای باز مزه میده. چای نگی چی میگن؟ چای تندوری میگن؟ نه بابا تندور کجا بودیم؟ چای آتشی خانه است، مثلا چای آتشی رنگش شده. خوبش از خیر. یک روز بخیر برنامه می داشته باشیم. هوا گرمتر شد مامان نه؟ بخیر میریم در یک جایی که خوبش از مزهش. نوش جان مامانی. خیلی انداخته که نوش خوبش شده. نوش جان دیگه. بخیر هوا گرمتر شه. حال هوا سرد از بارندگی است نه که آتش هم روشن کنی امور خاموش میکنه. پس هوا گرمتر شه و بخیر یک جای بخیر بر ثبت برنامه پیدا میکنیم. بخیر اگران جای خوب میگیریم. دوستارم بخیر میبریم که همراه ما یک جای باشن دیگه. باز بخیر دوستا یک دفعه در اینجا هم نزدیکای ما بخیر پیدا شدن. زیادترشان میباشن روبرو میشن همراه ما. یک جای ببینیم هم دیگه. خیره که روبری هم شده میگیم بیا که بریم یک برنامه ثبت کنیم بخیر. حضورشان هم بخیر، در حضور خودشان بخیر یک برنامه هم ثبت کنیم. چای آتشی هم دم کنیم، نوش جان کنن همراه ما. زیاد خوش میشیم، خوش میگذره برای ما. جای بریم که خوب باشه، جای خوب داشته باشه. بیننده‌های محترم هم ببینن خوششان بیاد. بخیر مامان جان. بله این چای قصه کردیم چای آتشی و چیزها رو که داری آتش آماده میکنن چقدر خوبش خوشتم میشه، خوش رنگ میشه نی؟ دیگه مثل همون قدیما باره دیگه. نال از مثل همون قدیما شده. نال از نانایی که در افغانستان پخته میکردن مامانی قصه که از همون قدیما که چرا قم تیار میکردن آماده میکردن دیگه. بسیار نانای خوبش هم قصه میکنی نه؟ میگفتی خوبش نانا میامد دیگه. نال از همون قدیما بگو. خودم ما پخته کردیم نان تندوری. اصل تنور است و تندوری میگن. خود چیزی که آمیانیش هست دیگه ما میگه. نان تندوری ما خودم پخته کردیم در افغانستان پخته میکردم. نان بیرون خوش نداشتم، نان بایده نان به خانه پخته میکردم. شکم خورد بدم دیگه. همسایه ما بود مثل خوارم رای ما بود، یک کوچکک بودیم دیگه. اون بیچاره نان تندوری پخته میکرد، نان پنجکش خوبش ما پخته میکردم. یکان دفعه در خانه خود ما پخته میکردم در تندور، یکان دفعه باز میرفتم امرای از او پخته میکرد خانه از اونا. خوارخانده یکا بودی؟ خوارخانده بود کمیال یادم میاد که نمیفهم کجاستن. چی میکردیم؟ بی خبر هستی ازش نه؟ بیکار میمونم کلچه خانگی پخته میکردم، خجور پخته میکردم، شیر برنج چیزا پخته میکردم. خوش داشتن، اولادا خوش داشتن. سمنک و چیزا پخته میکردم. حالا بار نبود کاش که میبود ویدیو چیزا گوشی و چیزا وقت نبود دیگه. تلفن یه ویدیو میگرفتیم. مامان یک دفعه ببینی از طریق امی برنامه ما بخیر همون خوارخان دید که بود امروز نان چیزا تیار میکردی
انشالله که هرچی هست صحتش خوب باشه، جانش جور انشالله. باشه. از طریق همین برنامه بخیر پیدایت کنه اگه بشناسه، به خاطر که میگه زیاد سالای پیش بود نه. حالا که شما هنوز خود بدین عید میشد باز یک جای عربی ما یا خانه ما میامد یا ما میرفتم خانه از او کل چیزا میبردیم باز گوش فیلا کلچه خانگی و نان و همه چیز پخته میکردیم یک جای و هم خمیر میکردیم ما هم خمیر میکردیم باز پخته میکردیم. از ما اولادا هم میگیشن کلچه خانگی و چیزا رو همه را خوش دارن کله. خیر به دوستای ما بخیر. یک روز هم تو ویدیو که ثبت کردیم مامان جان با مو رقم قدیمه که خودت کلچه جور میکردی خوبش میامد، زیاد مزدار میامد. روزمو رقم بخیر جور که یک روز دوستای عزیزم ببینن که به رقم قدیم چه رقم کلچه جور میشد، چقدر خوبش میشد و زیاد مواد زیاد مصرف نمیکردیم نه. خب یک تخم مرغ و یک خمیرتار شد چیزا بود دیگه، کتار تندوری بود، یک تندور هم خوب زیاد پخته میکردیم. از او قالبکا بود چی بود پخته میکردیم چی میگه؟ فیل خوش داشت زیاد میخورد میرفت از اون دیگه کلان بود میرفت میگرفت. من اون وقت زیاد خوردم بودم دوستای عزیز دیگه. مادرم که برای عید چیزا تیاری میگرفت پخته میکرد یک ظرف کلان میمون درش هم میپوشان دیگه. باز دیگه در یک خانه دیگه ما بود که خانه میوانا بود، کل چیز همونجا تیار میکرد سر دسترخوان میبرد میچین دیگه. باز من زیاد خوشم میامد دیگه میگرفتم باز میرفتم امروی خورخنده کنیم خوردم بودم و دیگه در کوچه باز دیگه میخوردیم. ساعت ما تیر بود اشتکا و اون رقم خود یک خوشحالی چیز داشت کلانا و رقم خود دیگه زیاد به خدا و وقتای قدیم خوب بود دیگه. مگه می طرفا بسیار زیاد تنها هستیم گفتیم باش که یک ویدیو چیزی بگیریم امروی دوستای خوب ما شریک بسازیم دیگه. انشالله که همیشه بیننده ویدیو ما باشین عزیزم. من سر کارم میرفتم در شارولی کار میکردم باز در قوم قبایل چند وقت رفتم دیگه اوچه کار میکردیم. باز چند وقت تخار رفتیم در تخار دیگه در ریاست تعلیم تربیه ما کار میکردم. شاید در شارولی اگر حال خانم ها دخترها دوستایم باشن میشناسن نمیشناسن یادشان یک دفعه ببینی که چقدر همکارایت پیدا شد ماما. انشالله که باشن. در تخارم کار میکردم. سالیا جان معلم بود اونجا خودم میشناختم زیاد آمده بودن وقت از کابل باز رفته بودن تخار اونا هم زرترده بود مکتب ها بود اونجا باز رفتن حیث معلم اینا باز این طرف ها آمدیم دیگه. خدا میدن چی شدن انشالله که خوب جور و سلامت سرحال باشن دوستای ما زنده باشن. دوستای عزیز منتظر لالا فرید منتظر لالا فرید هستیم که لالا فرید هم بیای باز اینجا صحبت کنه شما ببینید. شما باشید برنامه ادامه داره بیننده باشین دوستای عزیز. شما هم داغ است. خیلی متوجه باش نسوزی داغ است. دوستای عزیز دیگه فریدم بخیر آمد. این نالمیه در ویدیو بیننده باشین شما. باش که من ببینم کجا هست. وی تو خیجه بودی؟ سلام دوستای عزیز چال دارین خوب هستین؟ سلام و درود گرم به شما دوستای عزیز که همیشه لطف دارین لایک میکنین سابسکرایب میکنین و اینکه دیگه خدمتتون عرض کنم سالم سرحال خندان دلتون شاد باشه دیگه. برم که ببینم مادرم کجاست مامانم مادرم. سلام علیکم ماما جان. سلام بخیر آمدی. خسته نباشی. خوب هستین؟
جانجو یخت زده بیخی بخیر آمد. سرخ شدیم. تو یخ هست بیرون هوا سرد است که تو اشتمادق شده بود. نه دیگه آدم پشت مادر خود کلا گیره. خواه چی خبرها بیرون بود ما پیشترها آمدیم سردی بیرون هوا تاریک سرد. بارانی. یک دفعه رفتم بارندگی. دیگه متاسفانه به هوای وطن خودمان نمیرسه. یک درجه کمی چی میگن؟ هوایش سوز سردی زیادتر. بازم شکر. ناشکری نشه. خواه چای شد نخوردی؟ بخیر آمدیم. من خود 2 تا گلاس چای خوردم. همش دوتا؟ ما و مامان جان چای ما را خوردیم دیگه از ما اون کم هنوز فعلا مانده دیگه اگه میخوری که بیارم چای برات یا پسان میخوری میخوریم اول چای بخوریم بعد جنگ کنیم. یا فکر نان باشیم نه اول چای بخوریم بعد چای نخورده جنگ نمیشه. خسته خورده. حالا خسته که خورده. خیر اشتباه میشه چرا خسته خسته نیست شدم منظورش اینه که خسته شدم. خسته شده دوستا ببخشید. ببخشید. دیگه چای بخور اول که باز دیگه بخیر نان اگه بخورم. نمیم پسند. چای نتیم چی بانو باشم تو چای نتی نوشابه بخورم خیلی. خب خیلی امیدوار هستم که همیشه بازم دوستکای عزیز خوب باشین. دیگه هر جای دنیا در کشوری که هستین بخیر. جمع خانواده خود این بلاگ چهارم ماست بخیر. دیگه همون ادامه داره روز به روز بخیر ویدیو رو بهتر میکنیم. فعلا هنوز هم یک کمک کار داریم باید میکروفون بگیریم دیگه بسیار چیزای دیگه باید بگیریم که تا ویدیوهای با کیفیت بخیر برای شما آماده کنیم. همیشه جای مختلف و از مکانهای مختلف بخیر براتون ویدیو جا کنیم. در خانه خوب است صدا خوب میره اما خود در بیرون که باشه صدای موتر و دیگه برای بینیم داد گوش خراش میتونه باشه دیگه کوشش میکنیم که یک میکروفون بگیریم. هر کاری که بکنیم در بیرون سر صدای بیرون جمع میشه و کلش در بیرون میره. خب بریم بخیر چی دیگه میکنین مثلا الان؟ چای برش بده بخیر که باز دیگه مدام میکنم دیگه فعلا شما هم خسته شدین از بیرون آمدین و کدام چیز جور نکنین. یک چیزا که عادی هر چی که در آشپزخانه بود باید بخیر میبینین و ببینیم که یک غذای کازری بخیر بطن جور کنیم با در ویدیوهای بعد بخیر خوب برای آموزشی برنامه خوب نمیفهم از لحاظ کیک کلچه نمیفهم هر چیز دیگه که برای شما نان خانگی آموزنده باید باشه میکنم. بخیر. نان خانگی رو بخیر یک روز بخیر برای دوستا تیار میکنیم از اون ویدیو میگیریم مگه همیشه به نظر من یک کرایی تخم مرغ چطور است؟ یک کرایی تخم مرغ من فکر کردم گفتی یک نه کرایی یک نه یک کرایی تخم مرغ گفتم جور کنیم زیاد هم خوشمزه میشه خب برو بر تو یک دانه خیلی جور نه من میکنم دوست دارم تخم مرغ بس هم هست دیگه ماما چند تا میخواد نیم دانه. نیم تا؟ نیم دانه رو نداشته که میخواد تخم مرغ نیم دانه ای ندیده بودم تا حالا دوستا دیگه کمش هم میخورم. ببینید که چیکار میکنه یکم ذره غذا باز بخیر ویدیو میگیرم غذا میخوریم و دیگه بخیر ویدیوهای آموزشی هم هست کامتون از هر جای هم رفتم ویدیو میگیرم. در رابطه به چی آموزشی؟ در رابطه با هر چیز مثلا غذاهای خوب نمیفهم از لحاظ شیرینیجات از لحاظ فرنی نمیفهم غذای مثلا مربوط به ما و مامان میشه خلاص دیگه نه غذای مثلا اواسانه منتو آشک نمیفهم دیگه چی هست کلش دیگه آش بولانی بولانی دیگه چی هست بولانی کدو بولانی منتو رو گفتی؟ منتو رو گفتم کچالو منتو رو خبر میگم دیگه گندنه خیجا گندنه نیست اما سبزی دراز که هست و نمبر مردم ما گفته ایرانیا دوستا ایرانیای ما طرفرنگی تقریبا مزه گندنه رو میتونم اما خب به گندنه نمیرسه یک ذره پالک کمرش گرد کنه باز کمه مزه گندنه رو میتونم غذای افغانی غذای ایرانی انواع اقسام غذا بخیر براتون جور میکنن بیننده باشین نگوین که حالا دوستا دلشان بیچاره میشه هر کدام در هر جا جور میکنن دیگه خودشون هم جور میکنن یک دفعه که نمیشه کسایی که بیچاره در خانهشون از شکر خدا خانه و چیزا هست اما کسایی که بیچاره در جایی هستن که دسترسی به این چیزا ندارن باز اونا بخیر دوستا حمایت کنن کم کم بتونیم پیشرفت کنیم که بتونیم ویدیوهای بهتر بگیریم و کیفیت ویدیو رو بیشتر کنیم کیفیت صدا رو هر چیزی دوستای زیادتر پیدا کنیم دوستای زیادتر پیدا کنیم دیگه اعضای فامیل حساب میشه دیگه خانواده اینا رو مثلا ما که یک ویدیو رو جور میکنیم دیگه روز به روز خانواده ما میخوایم که بخیر اعضای فامیلا بزرگتر شه و با
همین ویدیوهایی که میسازیم خب حالا دیگه مجبورن نه بودیم واسه متاسفانه تازه شروع وطن ما کردیم. دیگه جنگ و مشکلات زیاد بود. حالا آمدیم به کشورها مهاجر شدیم، از این طریق بتونیم که به هم دیگه نزدیک باشیم. توکل به خدا دیگه. انشالله بخیر. خب خیمه برم یک گلاس چای ما چیز بیارم. دوستای عزیز و خوب و مهربان ما همراه ما هست. آه بخیر. منتظر باشیم. بخیر اول خستگی بره باز نام. دیگه اول چای خوب است، چای گرم هم میکنیم. خب دوستای عزیز با ما باشید. بیننده های خوب دیگه مام چای به فرید بریزم. خودش کجا رفت مامان؟ رفت میاره. خب فرید چطور چای جفت میکنم. چای سیاه خور. من فعلا پشت کمره هستم دیگه. حالا مام بخیر میایم. مامان جان تو هم چای نداری خواه؟ من خوردم تا 2 گلاس. نوش جان. مامان جان باش خیلی چای خودت هم خلاص شده دیگه چای بندازم. زیادم خوردم. نوش جان خیره. هوا سرد شده. یک چای بسیار خوشرنگ و خوش‌طعم باید باشن. رو نخوردیم پس نکردیم. چای سبز است مامان؟ از مامان چای سبز ساقم دفعه. سلامت باشی. بیننده های عزیز دیگه مامان چای سبز نمیخورد، چایش رفتم اوسو کردم دیگه سیاه برش انداختم دیگه. نوش جان دان. تشکر. نوش جان مامان. دوستای مهربان، شبایی که هوا سرد است، زمستان است، دیگه یگان چیزا که بانین به یاد قدیما که سر میز، حالا خب صندلی اینجا نیست، به یاد قدیما البته خورد بودیم اون وقت. ما صندلی بیشتر جایی یا بخاری چاری میماندن یا ای که صندلی میماندن. یگان دفعه ما صندلی میماندیم اما قدر زیاد نه. بیشتر از بخاری چاری استفاده میکردیم. حالا بیشتر از بخاری چاری استفاده میکردیم که هم دیگ میشه سر دو دیگه، هم چای میشد بانین و هم این که خانه را خوبش گرم میکرد. دیگه یاد از افتادیم که زمستان ها دیگه میشیشتیم و جایتان خالی، خب تلفن نبود دیگه، چیزا نبود. مقصد بازی های اون زمان که بود دیگه بازی های خوبه بود، قصه میکردن، آدمای بزرگ قصه میکردن و مشتکام گوش میکردن، خوشان ما میبود. یا گوش میکردیم یا ساتری های خاص خود ما را که از طرف روز یا شب داشتیم. کلتان خاطره دارین البته دیگه. اون بازی کار انجام میدادیم البته وقتا وقت خواب میشدیم طرف های 8 بجه 9 بجه شب دیگه. خولدا زود خواب میکردن. خود دیگه مسئولیت نبود از وقتی که تلفن و گوشی و نمیفهم اینترنت و بازی ها و چیزا آمد دیگه. حالا پشتکا بزرگار اول خواب میتن باز خودشان خواب میشن. هر کس جدا جدا خواب کن. دیگه از زمان تا حالا بسیار فرق آمده و کوشش کنین که صندلی خونه میشه که بانه. نمی زمان که صندلی بانه چقدر خوبه. اینما تو بشینین. خوب شد گفتیم من یک صندلی جور میکنم در روی از این میز. وی اینجا یک میز داریم بیننده های عزیز تو سعی باش که ما به دوستان نشان بدم. صندلی است. دقیقاً اندازه‌اش یک منقلک چیز بانین. لیاف هم پرتین در سرش دیگه بیخیات تو خوبش صندلی شد. نیست دیگه پتو. یگان تا که در زیر صندلی میدرامد دیگه جای نرم و گرم دیگه هیچ نمیبرامد، هیچ کار انجام نمیداد دیگه. یا مثل صندلی هست خب اما چی بانی میسوزاند و مو آتش بود دیگه گرمی خب ندارم تو میمونیم سر چپت میکنیم صندلی باندیم. با یاد قدیم دیگه متاسفانه زمانه بسیار تغییرات آمده، بسیار فرق کرده. اون زمانه دیگه هیچ وقت بر نمیگرده دیگه. از زمانی که نمی تلفن و چیزا اینا آمد بسیار چیزا را خراب کرده. اما خوبیای خودش هم داره که خب هر چقدر فامیلا یا مثلا آشنای نزدیک دور باشه خب این از طریق نمی تلفن چیزا میتونین که حداقل تصویری ببینه آدم و یک ذره از این لحاظ بهتر است. ولی خب دیگه اگر نمی بود که سخت بود دیگه. چیز از فامیلی که یک طرف دیگه چی میشه دادم؟ هیچ چیز در دنیا خوب نمیتونه باشه. هر چیز در دنیا خوبی و بدی خودش داره دیگه. خب یا مثلا خنوش جان تان چایتان بخورین دیگه. خیمام رفتم شبتان بخیر. نکو خاموش نکنم. شب بخیر. سر از کجا میریم؟ دوستای عزیز خواب میشه بیا که شب بخیری کنیم کتشان. خداحافظ تان. اینال چی میگم مادر حال میه یک دفعه جان تاریک است خلاص. نمی جان فرید میای که تم گلاس چای. وقتی مرا ببینه کلش میگروزه. اونو میترسم. جنگ ما و تو اگه یادت باشه در ویدیو 4 سال پیشم بودم یادم ادامه داره.
وقتی که تام جوری تو حال موش و پشک جنگش خلاص نشد از ما و تام نمیشه. تو موش هستی یا پشک؟ یکیش انتخاب کرده یا خدا. برای هر کدام زیادتر آزار میتونم تو هستی. ما هم با داخل که وقتی که چیز میشدن یکان ویدیوش یا کارتون که مثلا میدیدیم یکان قسمتش با ناراحت هم میشدن که یکیش دور میشد با گیران میکردن ناراحت میشدن. بیرون که اشتکا بازی میکنن نه؟ بچه ها دخترها هیچ دل ما نمیشد خانه بیم مامان یادت میه؟ ما که خود بودیم در سن 10 ساله تا 12 سالگی اینا خب بازی های بیرونی بود مثلا چرک دنده بود اینا از این لحاظ بسیار چیزا بود که بازی های مختلف انجام میدادیم در بیرون خانم هم دیگه یکان بچه ها اولادا اینا گودی و چیزا جور میکردن گودی یکای چی میگن مامان همون چرا خم بود؟ تکایی بود؟ یکای چیزی که برای اشتکا جور میکردن یک وقتایی دیگه کی جور کرده بودم رو برات که؟ مچم الله فریده مچم رو بعدش میامد نه؟ کمشون سنداخته بوده بخاری هم داخته بود مچم تو گودیگه که من خوش داشتم والا صبح میخیزم در پالیم نیستم میگردم داخل بخاری حتی گریان کردم کشور چین دست گرفته که هر چیزی که در زمان بود خب مردم چین یک رقم هستند که میان در کشورها تحقیق میکنن در کشور مختلف تا چیزی که مثلا ببینه مردم دوست داشته باشه فردا از او که بهترش جور میکنن که هم مقبول است. هر چیزی که شما بگوین که امروز اصلا اختراع نشده چین که میبینه چند تا عکس میگیره میره و در کشور خودش اون بهترینش درست میکنه درجه 1 2 3 هر رقم داره متعادل یگان دفعه جنس خوبش خوب است بعدش هم مردم میگن چینایی به درد نمیخوره. یک وقتایی بایسکل چینایی که در افغانستان بود این از 25 سال 30 سال پیش تا یادم به ویدیو میبینیم که هنوز هم کار میکنن. هم بایسکل های امروزی من خودم یک دونه بایسکل گرفتیم تقریبا 2000 روپیه با یکم ویدیو اگه وقت شد برایتان میگیرم. ما در پشت سوار میشیم اما خب نه یک نفر از دیگه اما خب مثل از اون نیست با اینکه برقی هم هست اما خب کیفیت بایسکل های قدیم چینایی را نداره. هر چیزش زمان جنساش خوب بود ماشین خیاطیش همه چیزش جنساش خوب بود. در ماشین های خیاطی هم آدم نمیتونه کار کنه. نه ماشین های برقی برام میده ماشین های خانه چیز داشتم در خانه و یگان چیز از چی بود مارکمون؟ دخترها اینا رو میدوختم. مامان جانم کالا میدوخت. زینت دیگه اگه پیدا کنم من میجام میگیرم. همین مهاجرت‌ها نمان بسیار چیزای خوبشه که تقریبا برای ما مثل یک اتیکه شده بود که سالا نگاه کرده بودیم. یک ساعت زنگی بود بسیار چیزای دیگه خوبش بود. ببخشید ما بین گپتون مامانم همین ساعت زنگی چند وقت پیش در کدام برنامه دیده بودیم؟ برنامه همایون افغان. اگر همایون افغان برنامه ما را اول سلام میگم برش. همایون افغان بسیار یک انسان خوب و فهمیده و چیزاست که غریبا را همه را دوست داره زیاد. از طرف کل ما سلام برش برسن. مادرم زیاد برنامه‌اش خودش داره تقریبا. کل یوتیوبرای ما هستیم زحمت میکشن کار میکنن که حداقل یک کمک خنده به لبایتان بیاره و دیگه از جای مختلفی که مثلا ما شما دور هستیم از کشور ویدیو میگیرن زحمت میکشن شما میتونید تصویر ببینید و یک در دلتان آرامش پیدا میکنه که سالاست ندیدیم کشور ما و اینا دیگه به این خاطر زحمت زیاده کشیدن واقعا قابل قدر هستن. در برنامه همایون افغان ساعت که دیدیم از همون ما داشتیم چندین سال پیش وقتم که طرف آمدیم ساعت ما بطور نو تمیز نگاهش کرده بودیم که در برنامه همایون افغان دیدیم یک قدر دل بشید شد دست امیره اگه بتونم همایون افغان بگویم که امید زحمت بکشن شمارهش نداشتم خودش بود که امور برای من روان کنه دیگه باز نشد نمیفهم که همایون افغان کجاست هر جای که از جور صحتمند سرحال با فامیلش باشه. هرچی که من در سایت های مختلف گشتم و ساعت رو پیدا نکردم هست ساعت های قدیمی رقم هست اما خوب یک چیز دیگه بود فرق میکرد آلمانی بود بسیار خوبش بود. مادرم بنده خدا تقریبا اگه حالمی بود 50 ساله میشد به ساعت اما توست نه؟ مامان میگفتی وقتی برقا رو خاموش میکنی چیز میشد عددکایش همه تو معلوم میشد شب بیندار بود دیگه مشخص میکرد او چیزا کجا هست حالا او متاسفانه او وقتام دیگه که طبق گفته های مادرم اینا برقا میرفت میامد ثابت نبود
حال مملکت مصر بود او وقتا بود دیگه. هنوز بود تخار که پس آمد با زمان جنگ چیز- و دیگه جنگ شروع اینا. شد. آفرین، خیلی شروع کنین به خاطرات قدیمی، تقریباً قصه های 4-5 قدیمی سال دیگه. ما بودیم برق نبود. برق از اول قطع شده بود. وقتی ما از کندز تخار رفتیم دیگه برق نبود، بسیار سخت بود برای ما. حالا خود کابل بودین دیگه. زمانهای قدیم بود. زمان تو زود تیر شد، یعنی از زمان که من یادم خود بودم تا حالا تقریبا فکر میکنم که نیم ساعت وارد تیر شده. زمان بسیار زود تیر میشه دوستا، یعنی ما نمیفهمم ثانیه های ساعت که در حرکت است. عمر ماست که میگذره متاسفانه دیگه. بعد از لحظه های خوبش به خوبی استفاده کنیم. یک وقتای مامان اگه یاد باشه یک ماه چقدر دیر تیر میشد میگذشت نه؟ معمال یک سال یک ماه دیگه چیز میگذره. برکت نمونده دیگه چیزه. ها دیگه. فقط چیز یاد شده متاسفانه مشکلات چشم همچشمی و بلا نسبت دوستا، حسادت و دور از خوبا، یعنی احترام نگذاشتن و اینا متاسفانه جای دو خوبی ها زیاد شده. ها آدم کوشش کنه خاطرهای خوب خودش بسازه، آدم روزای کوشش خوب کنه که نمیه خدا خودش خوب نگاه کنه. دقیقاً. خدا خوب نگاه کنه. هر کس خدا خوب نگاه زندگی کنه، خوب باشه، انسان خوب باشه. انسان که خودش خوب باشه دیگه میتونه خوب باشه. اول خودش خوب کنه بعد دیگران فکر کنه خوب است یا بد. خواهی عزیزا دیگه با ما باشین. یام چایشان نوش جان کنم. مامان جان، فرید جان جانش رو پسان کن. جان در خارجی یک نام است. نمیفهم 3 ماه پیش بود که بود که نسبت به برنامه همایون افغان دیده بریم. مامان و سرتا که دوست داره دیگه من مجبور دیگه است هر سایتی نه، که نه، شما رو مجبور بری افغانستان. پیدا کردن شما اگه پیدا شد 2 ساعت نمیشه. نه نیست گفتم 2 ساعت خودش نمیشه. خدا چرا اون خودم نه خود او سابقیش دیگه بود نه. فریدان میگم فرید جان او که من دیدم در برنامهش او عین اون ساعت بود. حتما همون بوده. و ایدام که چیز بر فریدان که روان کردم شناخت. میبینیم باز دوباره برنامه شد ببینیم که اگر بازم اگه بود ما اینجا افغان دیگه برای ما همون روان کنه زحمت میشه برش. آدرس پستی او در کدام جای دیده بود؟ جایی که از خودش بود؟ نه بابا بیرون برنامه داشت. از کجا آدرس خودت پیدا کنم مامان جان؟ جان؟ مامان دست چند نفر بنده خدا و کسی که فروخته شوخی میکنم بابا شوخی میکنم یک ذره. خدا را شکر که همین جان خود کشیدیم. مال همیشه میره اما خود در بعض چیزا دل آدم واقعا میسوزه که خاطره داره همراهش. بعض چیزا واقعا ارزشمند میباشه برای آدم. مال همیشه میای و میره اما خب جان انسان مهمتر از این چیزاست. نه پیسه ارزش داره نه بسیار چیزهای دیگه، منتها جان آدم، انسانیت، سلامتی انسان از همه چیز که مهم است. خیلی تا لحظه های دیگه بخیر با ما باشید عزیزا. هستیم همون کانال هستی دیگه لحظه های با شما خیریام جور آمد. تا لحظات بعد با شما هستیم دوست عزیز. انشالله بخیر. اگر میبینید که کمک ویدیوها دیرتر مثلا آپلود میشه اینا متاسفانه یک کمک گرفتاری هست. بخیر و خبر شد. مریضای مادرم هست، قرار ملاقاتش با دکتر و اینا یک ذره سبکتر شدن. بخیر کل چیز اوکی میکنیم، جور میکنیم. همه چیز کم کم جور میشه بخیر. هر چیزی که شروع میکنین زینه به زینه آدم باید بره بالا. یک دفعه نمیشه. بخیر کل چیزا خوب میشه. عزیزا با ما باشید تا دقایق دیگر. اون وقتایی که از همه چیز و همه کس میبریم فقط یه نفر هست که میتونیم راحت سفره دلمون رو پیشش واکنیم. با اون یه نفر مادر بهترین وکیل مدافع دنیاست که همیشه بچهش بیگناهه. اون معنی واقعی عشقه و رفتنش شروع همه دلتنگی هاست. مادرم پشتم به تو گرمه و قلبم به صدات. دلگرمی یعنی بودنت و تنهایی یعنی تکرار تلخ زندگی بدون تو. نمیدونم برای داشتنت به کدوم قبله دعا کنم که تو خودت برنامه کل دنیا نمیرسه. کل دنیا رو یک جا کنیم نمیرسه.
بیننده های عزیز دیگه آمدیم باش که مامان جان آشپزخانه رفته به خاطر که امروز بیرون رفته بودیم. آمدیم وقت نشد که یک غذای درست تیار کنیم. ببخشین دیگه حالا از مامان جان پرسان میکنیم که چی جور میکنه. مامانی بله. خوب هستی؟ خب چی جور میکنی مامان؟ دیگه وقت که نکردم من خودتم گفتی که آمدیم دیر بود دیگه غذای دیگه نشد که جور کنیم. یعنی تخم مرغ بانجان رومی و سیر و مرچ و اینا میاره پخته میکنم. جای دوستای ما خالی. خوشمزه شب بخیر. غذا که سبکتر با دیگه بخیر. بلکه خود ما چی میگیم؟ گرایی تخم مرغ. نه؟ اما توست؟ تو نه تو چی میکنی که اقا بیرون میم جمپر تا خوب کش دیگه گرمی. یعنی غذا جور کن بندش نشدی. دست در نکنه تخم مرغ سیر مرچ خوشمزه میشه. خسته نباشی، دست در نکنه. زنده باشی. بی دیگه کمکش نشد که کنی؟ من چی کمک کنم؟ من خود دستم به کمره ما بند بیرون دستم. رفتیم تو نبودی دیگه. ما مال بیرون رفتم یک در پس آمدم. هوای بانجا هوای بارانی بود دیگه نتونستیم من زلشتم شد. ده هوای سرد بیرون رفتنش از که تو میره میای چی دیدی از این هوای سرد بیرون؟ هوای سرد بسیار نشست. تو بعد سرما نخوریم. نه بینی گرگا در زمستان در برف مست میشه. عالی خود گرگ نی. گرگ نیستم، شیر هستم. چی خب بانجان رومی شیر از تازه پلنگ خوش است. است مامان جان نی؟ سخ. خب زمستان بان فرید خواهی خودت یکم همکاری بکنه که همین روغن چیزا رو از اینجا بکش به مامان بان. باشه نه میمونم و پستکای گوجه را بانجانمی را دور نندازیم. بخشی دستا که گوجه و بانجانمی هر بیش یکی میشه خودتان بیشتر میفهمین. دیگه با دو زبان مختلف است. برای یک چند تا خرگوشک دارم که با خرگوشکا بندازم بسیار خوش دارم میخورم. تو به این طرف که سایه وارو معلوم میشی. به خاطر که دوستای ایرانی هم که بادنجان رومی میگن گوجه اونا گوجه میگن به اون خاطر گفتی. من بیشتر کل ظرفا رو پاک سپاششتم ده اونجا ماندیم. خیلی ببینی چرا دو تا روغن ماندی؟ یکیش کم است. باش بندازم. چقدر داره؟ نه ننداز آله. اول میمونیستم چرا روغن نندازم. خب گاز روشن که خواهی از اون طرف اول. باش من دستم موشه. گاز روشن کن واس کن. باش گازم روشن کنم. کار مامانم که یک کمتر کنم. میگه از یک دو از دو که سه دیگه ببین من کمکش میکنم. بله یعنی یک درازش میدادم. فکر کنم بس تنی. هم میشه. هم میشه. زیاد است مامان. اینجا میمان مشکل. ببین اگه من دوباره مندازم. چی هست؟ یک ذره در جوش بیا یک ذره ببخشید دیگه یک ذره پوست کنم رنده کنم در چیز بندازم در بانجان رومی باشه تازه بندازم زیرش کمتر کنم خب مامانی تا این چیز شبه من سیرم مندازم نوچم مندازم بخیر سر روغن که آمد باز تخم مرغا رو مندازیم. دوستای عزیز ببینیم خدا کنه خوشتان بیاید. اگه خوشتان آمد لایک و سابسکرایب و در کومنتا بگوین دوستان. اگه خوشتان آمد در کومنتا بگوین. خب منتظر باشیم تا تیار شوانی. خب دیگه چی چیزایی بندازی مامان جان؟ سیر نیست ساری؟ مامان دیگه چی چیزایی بندازی؟ سیر و بادنجان سیر و مرچ. دو تا دندانه پیدا کردم مرچ چیز پیدا هموطنای عزیز دیگه امشب آمد تو بارانی است به اندازه بسیار سرد آمد. برقای پارکینگ هم خاموش است. مامان جان کمک کار نداری؟ نه دیگه سیر است اینجا یک دنده میکنیم من دادم مال بچم
ریزه میکنم. یه درجه شکم که شوربه میش؟ این قاشق بیاد. من قاشق خیلی کنم. نمک کم باید من خود دوستم بند لطفاً امرو بان که یک دست ما ویدیو خیلی میگیرم که یک دست هم دیگه کمک ماما چی بکنیم مرچه؟ درک تا خماس دیگه مام آمدم با ایدام آمدم حتما پخته میکردم دست ویدو ویده ویدو میگیره مامان جان خاطر ویدو ویدام آمد خیره کمک کنیم خوبه بینده های عزیز من سیرم ریزه کردم یا رنده کردم انداختم دیگه مرچم این انداختم نزدیک است که چیز شه مرچم نزدیک است که سرخ شه بادنجان رومی میگه بخیر این سرخ شد باز تخم مرغا رو مندازیم دیگه بیننده باشین تا آخر برنامه ما خدا کنه خوشتان بیایید تخم مرغ بادنجان رومی جایشان خالی دیر از دلشان هم خورده نمیتن چرا؟ خدا کنه خودشان خیلی خوب خیلی و خانه تیار کنن نوش جان کنن بعض وقتا تخم مرغ هم باز خوب است ما همیشه مخصوصا نمیخوریم از طرف صبح بسیار همیشه نمیخوریم تخم مرغ یگان دفعه که دیگه وقت نباشه کار داشته باشیم باز تخم مرغ پخته میکنیم میخوریم بیننده های عزیز بازم بیننده باشین که دیگه نزدیک سرخ شدن از بادنجان رومی و مرچ اینا تخم مرغ که انداختیم بازم نشانتان میکنیم دوستای عزیز من کم رو بنده مندازم به خاطر رنگش یک ذره رنگش سرخ بیاد طعمش خوب باشه خوشمزه شود اگر این اندازم در این وقتا دیگه بادنجان رومی و قدر رنگ نداره کمه و خاطر رنگش من مندازم من انداختم خب نوبت دیگه شده که بخیر تخم مرغ بندازی بخیر تخم اینا ببینیم که چیکار میکنی که بخیر تیار میشه یا به اندازه یک غذای کامل طول کشید دیگه تخم داستان مرغ هم خلیص. پختن دیگه یک ذره وقت میگیره تخم مرغ که گندنم خوشمزه میشه آدم پخته کنه ولی گندنه اینجا پیدا نمیشه هم گندنه دراز است که ما دیگه در اینجا گندنه میگیم مثل جای دراز دیگه او این رقم نمیشه پخته یک کم شکل میمونه مزه‌دار نمیشه گتش کنم چه رقم می‌خوریم؟ فرق نمیکنه چی انداختی مامان تخم مرغ انداختیم نه دیگه در مخالفاتش گفتم بادنجان رومی سیر مرچ یک کمه که تخم گشنیز تخم گشنیز انداختم مرچ هم انداختی مرچ راستی سیاه گفتم بندازم مرچ راستی تازه. میده کردگی خلاص شده بود دیگه او میده نکردیم هنوز خب بخیر دیگه دفعه دیگه پخته کردیم باز مرچ سیاه بندازم خوشمزه میشه که مرچ سیاه دیگه با عالی سرش میشه. هم ماندم زیرش هم کم میکنم هم تو کم کم خودش پخته میشه باش که من ببینم میشه چیکار کنم البته معلوم نمیشه درست نه این کم کم خودش پخته میشه دیگه باز پیزا وارد شده نوش جان دیگه یک نانش کم نانش هم باشه در این نان پیزا منی یک کشمش 40 قلندر چی؟ یا 10 تا تخم مرغ یک نفر نه چند تا سمیاله؟ چند تخم مرغ انداختم؟ 3 تا 6 تا 6 تا 2 تا از خودت 2 تا از مامان نه 3 البته. تا از خودت 3 تا از مامان البته دوستا تخم مرغ زیاد است منتها دیگه یک ذره در این وقت شب سنگین است خوردنش دو دانه نمیخوریم نه من که همیشه میخورم میخورم که کم میخورم دو دانه گفتیم که بندازیم بس است زیادش نه از تو 3 دانه است. میخورم یک تا زیادتر نمیتونم همراه بانجان رومی و دیگه بعضی چیزایی که انداختن اضافه هم میشه خب
بخیر بریم ظرف مفهم چیزا رو ببریم یا اینجا میکشین باز بخیر هستیم دیگه. بریم بخیر. سخت نشد. خب کارایتان به کجا رسیده؟ کارای ما دیگه اما دیگه شن نگو. خب صحیح دیگه با دیگه کلا جمله کامل میشه نگویم هم نمیشه و بگو. و این هم پخته شد تقریبا. خب دوستان این تخم مرغ هم حاضر شد. یه مامان زحمتشو میکشه. دیگه بخیر ببینیم چه رقمی شده. جایی که تان خالی دلتان نخواه. دیگه شن نگو نمیگی؟ دیگه شو نگو دیگه چرا خودت میگی؟ دیگه رد شده وقت بگو. خب باشه کم از این نوشابه بیرون شکر بریزم. روغن چه بریزم براتون؟ نه وایده بریزم؟ کم زیاد نیم مامان. بعد وقتا دوستا یگان غذای آذریان از بهترین غذاها که مزه میده آدم خسته باشه. دیگه تخم مرغ همیشه ممکنه بعضیا خوش داشته باشن بعضیا نه. یک دیگه دستمان بخورید. خوش خوراک هستن. نوش جانتان دیگه. دوستای عزیزم تخم مرغم کشیدم دیگه. خوشتون آمد مچون یعنی دوستای عزیزم تخم مرغم کشیدم پخته شد. دیگه خدا کنه خوشتون آمده باشه. اگر خوشتون آمده دیگه لایک و سابسکرایب اینا رو بکنین. از بوش معلوم میشه که تشکر که بیننده برنامه ما هستین همه دوستا. انشالله که ادامه داره هنوز؟ بله یا ویدیو ما هنوز ادامه داره. این دسته تا بشقاب کشیدم. هر کدام ما جدا جدا میخوریم. بیایده بگیر. قاشق ناوردی یادت خیره. اینا قاشق نمیشه. تخم مرغ کی که قاشق میخورن. تخم مرغ کی که قاشق خورده که تو میخوری. من خب بدون قاشق اصلا نمیتونم. این دیگه نانه همینجاست. یکان دفعه نان تندوری وایده بسیار خوبش پخته میکنه. باز که پخته کرد بخیر نشانتان میتیم. از مامانم یاد نان گرفتیم. تندوری کیک دیگه ای چی داره خوب پخته میکنه. این نانا رو در بیشتر این جایا نانا باگت رو میگن. دیگه مجبوری چاره نیست دیگه. از بازار باید بگیریم از مغازه. که بر نشه اما هیچ نان به نان خانگی نمیرسه. خب دیگه وقتی که نیست آدم باید بسازه چاره نداریم. شکر است. مجبوری شکر. شکر خدا شکر. همین جان جور جان آدم جور باشه. هیچ صحیح نباشه سلامت تن باشه. سالم باشه جان جور باشه. خدا همه وطنای ما را دوستای ما را خود ما را همه گیره. اول جان جور سلامتی دیگه هیچ چیزا پیدا میشه. خوردن پوشیدن همه چیز پیدا میشه. فقط سلامتی مهم است. با قاشق تو بیارنی؟ قاشق بیارم. قاشق بیاری؟ آیا دور است هم دورم 5-6 کیلومتر ما میشه. بیارم بیارم نه کار میکنیم. برو تیرش دیگه. مرا خیلی چند تا بیارم؟ یک من خود نمیخورم که قاشق من کتم دستم تو یک افغانی دانه بگیرم هم کم دست همه میخورم. تو افغانی دیگه. قاشقیستی ایراد نگیرم ماما. نه چی رفت میگیرم اگر ما تنهای ما کلش یه رفت قابلی پلاوه را کرد دست باید میخورم. نگیرم که دست خوردم. ما کت دستم تو مزه میده. این دوستا ببخشید ما از مخورترکی یه دوست قدیمی است قاشق امروز عادت کردیم هر رقم غذا که باشه مجبور دیگه یک منطوره که دست میخوری. نه چی میگه یک منطوره که دست میخورم بس. چنگال بگیم ولی اکثر دوستان ما که پنجه قاشق پنجه. چنگال منظور همون پنجه است. دوستا ایرانی اونا دوستا بفهمن. ایرانی ما که چنگال میگن دیگه بابا حساب من بیشتر وقتا به این حالت که تو قاشق ببینیم دوستا نمیفهم که به نظر شما راحت است یا نه. از اینکه مثلا آدم دستاش چرب نشه به این حالت میمانم. بازم دست چرب شد. نشده دستم اصلا تماس نداره دیگه. خب بفرمایید. نوش جان دیگه. دوستای عزیز ما یک ذره پایدار دستم که دستم ایسو ماندیم درست میشتانه میتونم. بخوام مان جان خودت بالا دیگه. بشین. بخوام بالا بالا همیشه کنید، خودتای گل. میشینم جایتان خالی. میشینم سر کوچ و میزه. استاد رقم کباب کده مزدار شده. نشدم. طریقه پخته شده یا من گفتم.
زحمتش مامانک کشید. سالن نه، ما مامان خورد جانم است، جای میز غذاخوری نداریم دیگه، مجبور اینا میشینن میخورن در زمین، من دیگه هم غذاگاه خودم میگیرم در اینجا میشینم میخورم. اما این چیز مامان به روی زمین نمیرسه راحتیش که آدم روی زمین بشینه بخوره، تا اینکه روی میز بشینی یا هر چقدر میز خوب و راحت هم که باشه، مگم در زمین آدم راحت تر است. دکترها میگن که وقتی که هر چقدر زیر پایت وقت موقع خواب آدم که بخواب از زمین سخت باشه همونقدر آدم سالمتر و عمر آدم طولانی‌تر میشه. من نمیفهم که مامان جان بخیر. درست است یا اینکه تست نکردیم. البته آره. معمولا باید خوب باشه. نوش جان دیگه. خواهش میکنم. مامان جان خیلی آرام بخیر. خب دیگه. امید خیلی باش. دوستای عزیز ما بسم الله گفتن نان خوردن شروع کنیم. بخیر نوش جان مامان. شما هم خدا میدونه سر نان هستین، چای میخورین. ما دیگه ساعت چند است؟ 8 است؟ نه ها؟ ساعت 9:30 است. 12 بجه است. به 12 9:30 است. 9:30 است. 12 چیست تو؟ خیلی کم گفتیم نه دوستا بیچاره. نه بالاخره چند ساعت نه دیر وقت شب دوستا ببینید ساعت شام بچه. خیر کار داشتیم شوخی دیگه، کردم بعد دوستا 12 گفتم 9:30 است. کار داشتیم فرید جان. نزدیک 9 بجه بود شما آمدیم. دوستای عزیز یعنی من بسم الله گفته یک لقمه خدا گرفتم دیگه. شما بیننده برنامه ما باشین و ایدام نانش بخوره، فریدم نانش بخوره و بخیر هستیم. کسایی که بیچاره پشت دوربین میباشه همیشه در نان خوردن نفر آخر میمانه. بعد وقتا نوش چیز جان گفتی بسم الله گفتی یاد از این افتادم که بعد از دوستای ما میگفتن به شوخی میگو وقتی که دیدی بعضی وطندارای ما میگن وقتی که نان تیار میشه میگه بگید یا بگیرین. میگه در اون حالت وقتی که شیطان بفرمایید، نزدیک باشه نبگیرین. اکثرا میگه، خب معمولا اکثر وطندارا میگن میگه وقتی که میگه میگه اگه شیطان هم شیشته باشه میگه که میگه شیطان فکر میکنه خیلی مرا میگه میگوده. البته یک چیز جور کردن. خب دوستای عزیز دیگه با ما باشین تا چند لحظه بعد باز در خدمت شما عزیزا هستیم. ما بیخی گشنه شدیم دیگه، دور از دلتان دیگه هر پسان در خدمتتان می خوب است، باشیم. مزهش خوب است دوستای عزیز. نوش جان از طرف دوستا ما بگم نوش جان. خب دوستای عزیز نه ویدام شروع کرد به بسم الله گفتن و نان خوردنش دیگه. باش که ببینیم که چی تعریف میکنه. قرائت است باش که بخورم. تقریبا 3 نفر زحمت کشیدیم، من کار نکردم البته، بیشتر همه چیزایش دم دست بود بردم. بسیار خوبش، خوشمزه، جایتان خالی دوستا. بیشتر مزه چی رو داره؟ برانی آفرین. بانجان دیگه. دور از دلتان دوستا بر خودتان تیار کنیم به خاطر که مواد قیمت نیست، اگه قیمت هم باشه بگیرین تیار کنین. نوش جانتان. میگم زیاد خوشمزه شده دور از دلتان. خوبیش ایسته که زود حاضر میشه و شب هم قدر چیز نیست دیگه که غذای سنگین مثل برنج و بعضی چیزای دیگه آدم بخوره. اما تند تیز خوشمزه نام خدا خدا آمده. زیاد نمیخوایم سنگین شد. دوستای مامان جان درد نکنه، دست درد نکنه مامان. زیاد خوبش. خب دوستا البته نوشابه برای مادرم زیاد خوب نیست، خب متا ما همو زیرویش هم میگیریم بدون شکر همیشه دیگه. هم البته نمیخوره یگان وقت دیگه دل آدم میخواه، بند خودم دیگه باید بخوره. باز پرید چی میکنه؟ نوشابه را اینه میره خوب سعی در یخچال میمونه یخ بزنده ای هوای سرد و خنک. نوشابه سرد از زیر سر که باز یک چیز دیگه که صبح از خواب میخیزن اولین کارش چیسته؟ انرژی میخوره بدون از اینکه صبحانه بخوره. نه او رقم نه، بعد از نان میخورم من. پیش از صبحانه میخوری؟ بله ها. پیش از صبحانه کی دیدی تا حالا بخوره؟ نه شوخی نه، کردم پیش از دوستا، صبحانه آزارش میتونم دیگه. در تابستان باور کنین دوستا که چیزی که هوا که گرم می باشه من قدر نوشابه و چیزای نوشیدنی را زیاد نمیخوردم. این حالی که زمستان شده نمیفهمم دیگه یک دفعه یگان دفعه دل آدم میشه. نوشابه چه رقم است؟ دمیگی سردی بازم یکم چیزای یخم دل آدم میشه. خوبش است، تشکر. دوستایی که برای خودت است. پدرجان برای مادرجان کسایی که نوشابه با شکر نمیخورن این کوکا را ما بیشتر از چیز میگیریم مغازه لیدل.
همین کوکای بدون شکرش بسیار خوشمزه است. براتون این نشان میتونم. این دوستا اینی نوشته البته به فرانسوی کوکاکولا سان سوکر، یعنی بدون شکر، زیروست. نوشابهش هم بسیار مزه‌دار است، نسبت به کوکاهای دیگه بسیار خوبش است. کلی نمیره که ببینی فرید خورده، من و مامان یک گلاس ازی فقط یک گلاس گرفتیم. اما دیگه نگو دیگه. خب دوستای عزیز، نمیفهم که ویدا چی تصمیم داره که ویدیو رو بخیر با آخر میرسانه یا ای که ادامه میده، او رو نمیفهم. دیگه من از طرف خودم از شما خداحافظی میکنم. امیدوار هستم که چند لحظه پسان هم هستیم باز بخیر که کل ما ساعت نه 12 بجه است. ببینیم ببینیم دیگه، حالا دوستا بدقول نشون مقصد براتون. ببینیم چه رقم است، چون باز ما بسیار کار دارم دیگه. ویدیو رو باید ببینم، میکس کنم، ادیت و چیزاش انجام شود دیگه. نیم دفعه یک ذره ساعت ویدیو رو بیشتر کردیم براتون. امیدوار هستم که خوشتون بیاد ویدیو، براتون خوش تیر شود. خب دوستای عزیز با ما باشین دیگه، پس هم یک چند لحظه هستیم با شما دیگه. فعلا وقت خوش براتون میخوایم تا بعد. خب دوستای گرامی، بازم دوباره یک سلامتی میره. دیگه برم در پالی مادرتون بشینم و یک چای با اجازهتون بخوریم. باز کم کم از طرف ما زحمت کم میکنم، خداحافظی میکنم. شب بخیر میگم براتون. وقت بخیر، شب بخیر. بعضی جایا کشورها که افغانای ما هستن روز است، معمول مانده میشدم شب بیرون میباشه، یک دارم هوا سرد از روی قواره و همه چیز آدم تاثیر میمونه کمه که دیگه معلوم است. نه خوب است. خیر میریم میشینیم پالی مامان جان. نان تنوش جان کدی؟ جایتون خالی ها دیگه، کمکش کم سیر شد. کم سیر شد؟ یعنی امروز 2 عدد کم سیر شد. 2 عدد نان خوردیم. صبح چند بجه خوردیم؟ صبح دیر میخوریم. دیر خواب شده بودیم دیگه شب. صبح 2 بجه خوردیم چای صبح. البته خوب نیست چای صبح 2 بجه خوردیم. بخی از نان چاشتم گذراندی. نان شام تقریبا دیگه می پیشترا بود نه؟ نان شام دیگه. نه من 10 بجه خوردم صبح نده. 10 بجه صبح. خوب کردی خیلی. تقریبا من خودم متاسفانه از وقت که آمدیم در کشورها شاید بگیم که 90% از خواهرها، برادرها، مادرها، پدرها بخاطر که فکر آرام نیست، هر کاری که آدم بکنه خونه‌ای بر آدم، یعنی ناخودآگاه سر آدم بیخوابی میاد. دیگه به اون خاطر ما فکرای ما هر طرف مشغول است و دنبال کارهای اداری اینجا زیاد است. به خاطر از همین چیزا یکان روزی که قرار ملاقات در یک دفتر داشته باشیم در فکر هستیم که زودتر خلاص میشه بخیر، نتیجهش چی میشه اینا. و او خاطر یک مشکلات است خونه‌ای بر آدم. خدا کنه که این چیزام کل چیزش بخیر به وقتش خلاص شه و خل به وقت باشه، همه چیزش به وقت خودش باشه. بخیر. خب مامان جان چای دم کردیم بیارم میخورین یا که باز بخیر خواه میشین؟ یا گلاس چای بخورین سر نان؟ حالا اگه چای بخوری دستو فکر نکنم خلطان بود. نه و قدر دیگه تاثیر نداره. یک گلاس میخوریم دیگه دیر است. ما یگان دفعه تو خوام میبره شدید، باز یک گلاس چای هم که بخورم هیچ تاثیر نداره که تو خوام بپرانه. وطندارای گل البته ما شما عادت داریم یا بعد از هر وعده غذایی معمولا یک چای که نخوریم نمیشه. اکثر زیاد ما دیگه مجبور که چای که بخوریم دیگه ببینیم که از لحاظ علمیش بخواین حساب کنین یا طبیش حساب کنین میگن چای نخورین بعد از غذا. اما خب دیگه چاره نیست دیگه، اگه دفعه مال قصه پریز چیزایشون نیست. چای هم خستگی میبره. باز بعض هموطنام که هست در بین غذا خوردنشان چای میخورن نه مامان؟ بین غذا چای مندازن چای میخورن که تا غذاشون. بیشتر مردم غذا میخوره. اما تو بود اکثر مردم اگه یادتون باشه در افغانستان کبابیات میرفتن در کبابی نه؟ کباب که سفارش میدادن باز یک چای سبز هم میخوردن که تو بورکتش. اونم یا اون بین غذا میشه دیگه امروز غذا. خب من برم خیلی یک چای چیزا رو بیارم. مامان جان خودت کدام گفتین چیزی نداری؟ چای مای بیار. برو بخیر چای بیار که چای بخوریم. من برم دوایمو بخورم. ساعتم نشان بدم یک دفعه و دوستا که چند دیر است. دیگه ساعت رسید برای 12:30 بجه دیگه. 12:30 شب است. 12:30 هم تیر شد. باش که ساعت نشان بدم که او 12:30 ساعت 12:30 است دیگه. ساعت چند بجه شروع کرده بودیم؟
وقت بود مدیر. وقت بود 9 سر شام بود دیگه. اگر بیرون خب حساب کنی خیلی تقریبا چند ساعت میشه دیگه؟ نه 4 بود فکر کنم. 4 بود مامان جان یا 5 بود. نزدیکای 6 بود. نه از اینجا 10 دقیقه و 5 خب من گفتم که کی میریم بیرون دیگه نمیفهم چند بجه برآمدیم بدون کمک خوابم بود. خب بعد از او تقریبا 6 بجه حساب که تا 12 بجه دیگه تقریبا 6 و نیم ساعت است که کم و بیش در ویدیو مشغول هستیم. کم دیگه، اما یک روز در بر میگیره فکر کنم. دوستان عزیز ویدیو بخوایم جور کنیم یک زمان خاص میخوایم. ممکن است مثلا بعض وقت آدم نرسه حداقل هفته 2-3 بار ویدیو بانیم. بخاطر همین است که ویدیو لحظه به لحظه مثلا دقیقه به دقیقه گرفته میشه تا جور میشه تا میکس میشه تا آپلود میشه. بسیار کارهای زیاد داره. حداقل اگه مثلا یک ویدیو کمش که 40-50 دقیقه بخوایم بگیرین یک روز کامل از جای مختلف میگیره. نظر به تهیه ویدیوست که از کجا آدم بگیره کجا بره. حالا خدای چند روز سرد است مجبور هستیم که بیشتر در خانه ویدیو بگیریم براتون از غذا یا مثلا از آموزش کارهای روزمره خانه دیگه. یا بلد هستین ها دیگه. غذای که مثلا در خانه جور میکنیم یک کارهای مختلف دیگه. براتون ویدیو بانیم بخیر که روز به روز که هوا گرمتر میشه باز ویدیوها رو بیشتر میکنیم و ان شاءالله. باز اگه دوستای ما گفت که زیادتر ویدیو بگیرین زیادتر میخوایم ببینیم منتظر هستیم باز چی میکنی؟ بخیر نظر به وقت اول آدم شروع میکنه بعد یوتیوب اینا دیگه هر کارش یک ذره سخت‌تر است. هر کار هم تو تا بخیر زینه به زینه آدم باید فریدم بخیر لالا فریدتانم مرحله به مرحله پیش رفت. بخیر دیگه کارها رو پیش ببره. ایدت تا مچم دیگه چی کارهایش هست یک ذره فعلا سخت است. مقصد ما همکاری میکنیم ما رو فراموش نکنیم. بخیر از امروز دیگه ایدت تو چی داشت خودت انجام بده. بله یا چرا نه. دوستا عزیز اگر دیگه کدام اشتباه شد ایدت تو چیزا دیگه باید رو بگیریم ما. چرا نه من فقط کار خودم من درست انجام میدم که ویدیو میگیرم. مرا یک بچه که 2 ساله میتونه گوشی رو دست خودش بگیره کاملا دست خودش بگیره. بله بله نگو. ولی ویدیو اگه بنده خدا غلام سخی ببینم میگه این گپ مرا بیچاره هم نیست دیگه. اما چقدر ویدیوهای جالب دیدنی داشت به خدا. حتما ازش ویدیو نمیگیرن یا جای رفته. نه ویدیو نداره. هر کس با فامیل جور صحتمند و سلام باشه انشالله که خوب باشه. خداوند صحتمندی و جانجوریش رو برش برگردانه. گپای میزنن کنم با مادر جانش هم سلام میگیم. با فامیلش با برادرایش فامیلش همگی انشالله که خوب جور باشن همیشه. انشالله سلامتیش زودتر به دست بیاره. آمین. خیلی فرید دست ما بند است. چای یک گلاس چای با مامان میندازی به خودت بنداز اگه نمیندازی خیمه بندازم. نه برای مامان کوی وظیفه میدونه یا باید بندازم. خیلی گلاس مامان. نمیندازم. اصلا چای مامان دیدی پیشتر دیدی پیشتر ما از بیرو خسته و من سرد آمد من گرفتم چای ریختم برش. این چیز از اینم قراره نمیکنه. آسان است. اینم قراره نمیکنه. نه حالا تو هم چای میریزه داره حالا این نداره داره نه داره این نیست این نیست تو ترموز دیگر گرفتی ترموز یک رقم است ترموز یک اون خالی که دیگه اون طرف مرا برام بتی نه اون چیز نیست چای است مشکل نیست نه مرا که من خالی کنم خیر مشکل نیست من از اینجا ویدیو تا میگیرم گپم بزنم اینه گیره خالی کردم آوردم من چی گناه کرده بودم که علیمه کنم؟ میارم حالا برات ما چای بخورم؟ دلت اگه میخوری بخوری نه میخوری هم دیگه بس خواهو کن چای هندار، چای خوش رنگ، چای سیاه هیچ چیزی مگم به چای سیاه نمیرسه نه مامان؟ دوستان عزیز ما همگی ما چای سیاه میخوریم خیر ببینی اونو برای ما من داخت دیگه ما اینجا یک به یک کلاس بچه همگی ما چای سیاه میخوریم این حالا باش که پیاله من کجا بودم نوش جانت مامان جان دیگه چای سبز خودت خوش نداری نه؟ چرا؟ چای سبز خوب است زمستان چای یکم دفعه باز دلم که شود دیگه باز میخورم یک گلاس من خب تو باش کجا رفتی تو؟ آمدم در جانت پیاله پیدا کنم پیاله اونم اونجاست گلاس ها کلش هم اونجاست نه دی بگیرم رنگ چای معلوم نمیشه نه اونم اونجا کلش هسته ازی بگیرم؟ نه که ظرفای چیز من گرفتی برو که زیاد اینمی ظرفا رو جمع میکنم پاک میکنم میشویم میبردارم
باز دیگه میره از اونجا میکشه میگیره گلی خودش هم مخصوص بیننده های عزیز همی چای دمی گلاس های رنگی شفاف. مزام نمیته دیگه رنگش هم معلوم نشه من خیلی رنگ چای نبینم دلم نمیشه که بخورم رنگش هم صاف و خوب باشد باشه باز میخورم گلاس های رنگیش خوشم نمیاد امشب از چای زیاد تعریف کردیم چای موضوع برنامه ما چای است دیگه خب نه واقعیتش هم هر چی که خستگی و چیزا باشه اما هوا سرد باشه یک گلاس چای که بخوری باز بیخی هم خستگی آدم رفت میشه آدم از سرحال نبات میشه بیارم برات نه میخوریم بخوریم خوب است خواه بنداز بخور یک چای شیرین هم خوب است مامان جان بنداز بالا چای چیز بخور بود کابینت خب بریم پیدا کنیم بریم امو رو مرکت کابینت تمرین آخری فرید دم آخرش بالایش کابینت بالا کابینت آخری که دم بالای از بود خب. بالاش و پایینش هم دست داخل کن دست رو برای بیا برو اگه تا نیستی پیدا کنی میگم کلام چیز نباید دست ما چک نزنم برو مقصد مامان تلا مانده برات آن زایی که دست سایی که بالایش گفت نه امو بالا رو گفت فکر کنم خیر از آشپزی میشه است؟ در بالا نیست در بالا ما چیز نمیبینم در طبقه پایین گفت فرید طبقه پایین گفت نه دینی کابینت همون رو باز که باش که پیدا میکنه نمیکنه پیدا میشه نمیشه خواه این دوستای عزیز باش که فرید پیدا کرده نتونست یک نباته بسیار بیروبار از دوستای برای چیزا رو زنیده که باش خیلی بودا رو باقو کنم کتاب و چیزا باش ما پیدا میکنم اگه پیدا کردین بر ما بگوین هست؟ خب برو پیدا ببینی باز ما آفرین با دوستای عزیز باز مامان جانه راست اشتباه بود آه. نه فرید جان گفتم یا بالایش یا دای پایینش تا چی وقت مامان باشه که مشکل تو رو حل کنه؟ مامان تا آخر هر چقدر بگویم برد 100 ساله هم شوی بازم پیش مامان خود هستم 100% به خاطر که هر کس که یک روز هم از تو بزرگتر باشه یک روز تجربهش بیشتر است دقیقاً بشین دیگه نوش جان کنیم بیا خیلی اینه ما میایم نوشته خانم ها پشت از چی؟ چی؟ نوشته خانم ها نه ایرانی است ایرانی خانم آفرین نوش جان حالا هرچی فقط که برای خانم ها خود نیست مخصوص خانم ها نیست بخ خیره خانم ها میبخشه بر تو هم نام بخوری چیزش هست نه همین نام شرکت شد دوستا نام شرکتشان نوشته نبات زعفرانی خانم ها مغازه افغان گرفته میکنه نال یک تاش دیگه گلاس مامانی بون خوراکای ایرانی میارن دیگه باش که میرم یک در چسب شیر است باز کنم این هم نبات خانم ها زعفرانی است مانجان بیوان ده چایت یه فرید خب باش که خوب است. برای مامان بانم این نبات دوستای عزیز به خاطر همین خستگی و چیزا که چای گرم خوب است نباتم نبات زعفرانیه ایرانی بخون باز بگیر باید باشه میگیرم مانجان من چطور نخورم من البته زیاد نبات خوش ندارم مگم یگان دفعه خوب است که تو چای آدم بخوره هوای سرد است خوشمزه خوشبوی میشه خواننده ببین نه؟ میشه نه؟ چی میگم؟ مکس میگم چی میگم؟ نمیگه بانی یک دانش شیرین میکنه؟ بانی که دیگه زیاد میخوری نه یک دانش بس از زیاد هم شیرین شد نمیکنه من دل آدم میزه نه دوتا نمیشه من تو جای بجای کننده مانداز میبینی مامان جان او شد؟ میشه از مامان نشده ها به نظرم که یه باید شور بتیند کسایی که چای نه مامان چای من نودم کردیم چطور یه خیلی قضیه چیز بود که ریکارد است اما قضیه چیز بود که یک نفر میره بنده خدا در پیش یک مغازه میبینه که مغازه دار شیشته و هیچ کار نمیکنه یک آدم از امی خوره کباب مثل اینی پسته و بادام و چیزا در پیش مغازهش بوده طرف مغازه دار سعی میکنه میگه چرا نمیخوری اینا را
او به خاطر از اینکه میگه بخورم یعنی ضرر میکنم، میگه من اینا رو بخورم خانم خراب شد، خانم خراب میشه. میگه باش که خانم من خراب شد، تا تکان میخوره مملکت مغازه میاد پایین که شروع میکنه خوردن. دیگه اینه دیگه کلش خیلی خورد خانه خراب کرد. نه دیگه اون رقم هم کسی که مغازه داره و بعضی چیز خوردنی و چیزا که داره باید تو رقم نکنه. هر کی حالا اگه دوستش هست، اگه هر کس دیگه خرابکاری نکنه رقم. نه ببینین دنیا برای چیز هسته که آدم باید ازش استفاده کنه. خوردنی نمیفهم اصرافش هم به در نمیخوره. از خود آدم باشه. این که آدم نخورم و بگه ضرر میکنم این رقمش هم خوب نیست. اما به رقمش دیگه دکان است دیگه. دکان اگر ارزش انسان از همه چیز که بالاتر است. نه پیسه برش میرسه نه دیگه. این چیز سلامتی مهمترین چیز به درد انسان میخوره، سلامتی است. وقتی یک آدم که میلیاردر دنیا باشه سلامتی نداشته باشه یعنی هیچ. وقتی خدای ناکرده خدا دور داشته باشه در گوشه شفاخانه باشه و به پیسه فکر نمیکنه و فقط به جان خود فکر میکنه. دقیقاً. خواهی یکان که مامان جان یک لباد بده که من در چایم بانم. چون رنگ کشمش است. کشمش کو؟ رنگ کشمش است. باشه رنگ کشمش. چای سبز بگفتیم. چای سبز در زمستان چیز نیست. نه چی دامه از در سرش نه؟ طعم سرد داره چای سرد. چای سبز. چی ماما؟ زعفران هم هست نه؟ دارویش. زعفران نیست. دانه زعفران مانده نمیشه. خب من دیگه یک دونه گرفتم در چای. باش که از این همفامه خود ما یک فامیل است. دوستم از در ایران. او به مگه پرانست بازه که یک جل زعفران بر ما رمان کنم. زعفران ایران دیگه لیست نام خدا زعفرانی که در ایران است. زعفران ایران هم خوبش است، از ایران هم خوبش است. زعفران های تقلبی برای من داره به خاطر که زیاد قیمت شده زعفران. حالا متاسفانه اونها چیز به درد نمیخوره. معلوم نیست چی است. زعفران ها که هست من میگم براتون همین ریشه‌ک های جواری که هست ریشه‌ک های جواری قیچی میکنن به عنوان زعفران دیگه رنگش میکنن. با تو رنگ میگیره؟ گرفتم یک دفعه گرفتم ریشه‌ک های نه تا رنگ دارست رنگ زیاد نداره. رنگ میکنن اون مثلا هر کس که نفهمه رنگ زعفران مشخص میباشه. اون کم رنگ باشه زعفران که دم میکنی زودم رنگش میبراید. رنگ و بوی خوبه داره. رنگ نداره نه بوی داره نه رنگ داره تقلبیش است. حالا خود این نبات هم که گرفتیم اما آنجا رنگ چای یک ذره یک روشن‌تر و رنگی تر کس نی؟ این خوشبوی است. بوی زعفران میده. این چیزش هست دیگه درجه یک شاید باشه پشتش نوشته. نه باز کنی بوی زعفران میده. این دوستان تا تاریخ 2027 وقت دارم. دو سه تا مغازه افغانای ما هست. خدا خیرشان بده نشار ما. یگان چیزی که لازم داریم همینجا دارم. خانوش جانتان دیگه خیر شروع کنیم. خواهش میکنم. داره خواه نگرفتم. خواه ما رو چی میکنی که مثل که ویدیو رو اعلان نمیتو دیگه؟ نه اعلان میتونم خواه ویدیو را گپ میزدین. قسم خورده که ویدیو ما در کنیم ساعت باید برسم. نه به خاطر که دفعه قبل که ثبت میکردیم ویدیو بسیار تایم کم داشت، نیم ساعت بود یا 25 دقیقه بود. دیگه یک ذره به نظرم بهتر زیادتر باشه بهتر است. انشالله که ویدیو رو تا آخر بیننده باشین. قسمت به قسمت هر وقت کردین، هر وقتی که مانده بودین یگان یالا چایک پیشتان بود دراز بکشین یا رقم راحت هستین بشینین. اون دوست داشتین. اگه بیکارم نبود دیگه تا آخر نگاه کنین ببینین که چی هست. البته فعلا سوژه‌های خاص نداریم به خاطر که بیرون هوا بسیار سرد است. بیشتر همین چند روز که هوا سرد است کوشش میکنیم در خانه بگیریم. بعد از این بخیر که اگر هوا بهتر شد باز در بیرون هم میگیریم. ویدیوهای ما نه واسه هنوز درست تو چیز نشدیم که با سوژه‌های مختلف و بخیر ما دنبال کم کم بخیر پیش میریم. پشت میکروفون هم هستم که یک میکروفون خوبش پیدا کنیم تا صدای طبیعی آدم براید. در بیرون هم سر صدا شما را آزار نده ویدیوهایی که در بیرون میگیریم. دیگه اون ویدیوی بخش دوستا دیگه در بین گپا دیگه شو نگو میگن مجبور هستیم دیگه رو بگیم یا باید بگیم یا باید دیگه باز دیگه مجبور هستیم که به خاطر که یک کلمه را مثال بزنیم یا کامل شود میتونیم که از کلمه دیگه استفاده کنیم. باز دیگه گفتیم. خب خیره. از کلمه دیگه استفاده کنیم. خیره بیننده های عزیز که ویدیوی ما رو دیدن دیگه میتونن بگن کجای ویدیوی ما مشکل دارن، میتونن که منتظر انتقاداتشان هستیم، نظریاتشان، کامنت های خوبشان
نظرهای شما تجربه ماست. دقیقاً نه دیگه باعث میشه که ما روز به روز برنامه ما را خوبتر و درستتر باعث تشویق ماست دیگه بهتر و درستتر ثبت کنیم و به بیننده های عزیز آماده کنیم بخیر. انشالله. خب دیگه بخیر. خب وقت خداحافظی است. خداحافظی است. پایان ویدیو. فرید خداحافظی کنه که باز بیا ویدیو بگیره که من خداحافظی کنم با بیننده های عزیز. نه مامان جان، من میرم پیش مامان جان میشینم خداحافظی کنم. اول تو خداحافظی کن. قوالیت رو میخواستم برای مامان بدم دیگه. نه خب مامان که تو هست فعلا. خود دوستکای گل دیگه ما دیگه کم کم از حضور شما بازم مرخص میشم. امیدوار هستم که ویدیو قابل پسندتان بوده باشه. دیگه بازم تکرار میکنم بخیر تا آخرای ویدیو سعی کنین لایک، سابسکرایب و کامنت ها و اینا یادتان نره بخیر حمایت کنین. نظراتتان رو بنویسین بخیر برای ما که چی دوست دارین راجع به چی ویدیو براتون جور کنیم. دیگه میبینیم که هر کامنت ها که زیادتر بود طرفدار زیادتر داشت. دیگه بخیر اون کار انجام میدیم و دیگه از حضورتان بازم میگم مرخص میشم. خداحافظی میکنم. من دیگه این همراه مامان و وحیده ادامه ویدیو را بیننده باشیم. زیادتر موضوع برنامه را حتی میتونه بیننده های عزیز خودشان بر ما بگوین که ما در رابطه در بچی رابطه برنامه ثبت کنیم دیگه. مثل پرکشی دیگه ببینیم کامنت ها بیشتر کدامش طرفدار داره. تا جایی که امکان داره بخیر ما همون کار انجام میدیم. و اینکه من خداحافظی میکنم. شب و روز خوب داشته باشین. تن سالم، سلامتی، لب خندان، دل شاد داشته باشین کلتون دوستا. من دیگه چای میگیرم. اول سلامتی بعد کلتون بخیر پولدار شین بعد ما رو کمک کنید. من خیلی چای میگیرم میرم پشت صحنه که دیگه وحیده بیاد پیش مامان. دیگه یک کم خداحافظیشان میکنم یا ویدیو میگیرم. نه دیگه بس از ویدیو که بیخی دیگه خسته میشم. آدم یک ساعت که زیاد شده. بگم تو بخیر. کوشش میکنیم در اندازهای مختلف ویدیوهای ما باشه. کوشش میکنیم که ویدیوهای خوب و زیادتر براتون دقایقش رو بسازیم. اما خوب برای شما خسته کننده نباشه. همین پشت صحنه چای کم باز ما میرم. نه من غیر پشت دوربین بودم. وقتا که خوش داشته باشین. خدا نگهدار. شب و روزتان بخیر. اینا مامان جان یا معاف شد. نوبت انداختی؟ تو رفتی پشت دوربین؟ مجبورم کردین دیگه. من کامرمن شدم مقابل تو. خب بازم سلام مجدد دوستای عزیز و خوب و مهربان برنامه ما. دیگه زیاد شما هم خسته نمیکنم دیگه. مامان جان امروز فرید دال در حضور شما قرار گرفته بودن دیگه. ما آمدم یک گلاس چای بخورم بخاطر که امروز بیرون که رفتیم خیلی زیاد هوا سرد بود، بارانیان بود دیگه. جایتان خالی بخاطر که در برنامه ما زیادتر از چای یاد شده. چای نباشه نمیشه چای. بازم دور از دلتان دیگه. بسیار فکر کنم تایم برنامه هم زیاد شد. منتظر کامنت های خوب شما هستیم عزیزا دیگه. باز دیگه گفتم دیگه خیره دیگه تو ما قدر باریکی نباش. دیگه با دیگه یک دفعه میشه دیگه نتونی. یک دفعه میتونی دیگه نگویی. فرید دیر شد بخور. بگو ببینم میتونی. خیلی دیر شده بخدا. فرید من دوای من میخورم. یا دوستای عزیز دیگه هر جایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین کنار فامیلای عزیزتان دیگه. منتظر برنامه‌های بعدی ما باشین. متوجه خودتان هم باشین، متوجه عزیزایتان باشین دیگه. وقت خوب براتون میخواین اگر شب از شب خوب اگر چاشت از بعد از ظهر است دیگه صبح است اما وقتتان بخیر خوبی و خوشی دیگه. خدا نگهدار همتون. خب مامانک دوستای عزیز من دیگه زیاد گپ نمیزنم. برنامه‌ام شاید زیاد شده باشه دیگه. تشکر از شما که بیننده برنامه ما هستید و میباشین. وقتم شبم دیر است، وقتم نمیگیرم. انشالله که جور همیشه صحتمند و سرحال همگیتان باشین. همه افغانای ما شما دعا کنین ما را.
شبکتان خوش باشه یا روزتان از روزتان خوش باشه. دیگه از حضور شما مرخص میشیم بخیر. خدا حافظتان. خدا تا ویدیوی نگهدار. بعد خدا نگهدار. خدا خدا نگهدار. نگهدار.